دوستان توجه داشته باشید، توی کمپ، طبیعت، هر جایی که هستید اینو توی ذهنتون همیشه به عنوان یه نکته از من داشته باشید. هیچ ماری بی خطر وجود نداره. یعنی شما هر جایی که هستید مطمئناً مار باید باشه، چون ما در محل زندگی اونا داریم رفت و آمد میکنیم، کمپ میزنیم یا حالا هر کاری میکنیم. به خاطر همین قضیه شما باید توجه به این موضوع داشته باشید که هیچ ماری توی طبیعت بی خطر نیست. این دوست عزیزمونم به شدت داره مقاومت میکنه که یه فشاری بیاره و از دست من در بره. حالا ما اینو از دوست داشته باشیم. کمپ من اونجا بود ولی اومد لب چادر رو من دیدم و گرخ بر من غلبه کرد، ولی خب من گرفتم انشالله با اون ترفندهایی که بلد بودم. الانم اینجا ولش میکنیم که بره. برو خوشگله. چقدر بزرگه. من عاشق مارم خداییش، ولی یک بار دیگه بهش دست بزنم چون مادرت منو باز نگیری. ببینید حتی یک گزش کوچیک از مارها هم میتونه خطرناک باشه، چون اگر سمی نباشه احتمال عفونت هست و ممکنه که خدای نکرده برای شما حادثه ناگواری پیش بیاد. تا به مرکز درمانی هم برسید زمان بره، بالاخره یه تایمی هست که تا شما به اون منطقه درمانی برسید ممکنه خدای نکرده اتفاقات ناگواری براتون پیش بیفته. پس ترجیحاً اینو تو ذهنتون داشته باشید، هیچ ماری بی خطر توی طبیعت وجود نداره. ممنونم.